از همون لحظه که انسان‌ها شروع به نوشتن کردن، تاریخ مکتوب هم شکل گرفت و یه حقیقت تلخ هم همراهش بود. تاریخ همیشه همون چیزی نبود که اتفاق افتاده، بلکه بیشتر شبیه داستانی بود که برنده‌ها برامون نوشتن. هر جنگی، هر انقلابی و هر نزاع بزرگی یه برنده داشت و یه بازنده، و این برنده بود که میتونست روایت خودش رو به نسل‌های بعد منتقل کنه. چون قدرت فقط تو میدان جنگ نبود، بلکه تو کتاب و قلم هم بود، و این کتاب بود که میتونست به نسل‌های بعدی منتقل بشه و این روایات رو تو نسل‌های بعدی نهادینه کنه. وقتی رومی‌ها سرزمین‌ها رو فتح می‌کردن، راجع به خودشون می‌نوشتن. تمدن آور، نجات دهنده، پیشرفته، اما از دید همون ملت‌های مغلوب، اونا غارتگر و اشغالگر بودن. وقتی یه امپراتوری سقوط می‌کرد، دشمنش تصمیم می‌گرفت که راجبش چی بنویسه و ما قرن‌ها بعد همون نسخه‌ای رو می‌خونیم که اجازه داشته باقی بمونه. تاریخ یه تفسیره و در حقیقت تفسیر برنده هاست. امروز قراره ببینیم که این داستان یک طرفه چجوری نوشته شده و ببینیم که آیا میتونیم صداهای فراموش شده رو دوباره زنده کنیم. تاریخ نویسی همیشه با سیاست گره خورده. حتی قدیمی تری منابع تاریخی مثل لوح‌های سومری یا سنگ نوشته‌های داریوش بزرگ بیشتر شبیه بیانیه‌های تبلیغاتی هستن تا یه گزارش بی‌طرف. مثلا توی سنگ نوشته‌های بیستون داریوش روایت میکنه که چجوری شورش‌ها رو سرکوب کرد، اما اشاره‌ای به ظلم‌ها یا دلایل خشم مردم نمیکنه. با تمام احترامی که برای داریوش بزرگ قائلیم، اما یه لحظه به این فکر کنید که اگه نوشته‌هایی از جانب دشمنان داریوش وجود داشت، آیا تفسیر جور دیگه‌ای نبود؟ توی چین تاریخ نگاری دربارهای امپراتوری زیر نظر سانسورهای شدید انجام میشد. کتاب‌های تاریخ رسمی سلسله‌ها فقط به ثبت وقایع مورد تایید حکومت می‌پرداخت. توی غرب هم همینطور. کلیساهای کاتولیک قرن‌ها تنها منبع تاریخ نگاری توی اروپای قرون وسطا بودن. مثلا وایکینگ‌ها توی منابع مسیحی دزدان خونریز، دشمنان خدا و انسان‌های بیدین و تمدن معرفی شدند. اما بعدها مشخص شد که ساختارهای سیاسی و اقتصادی بسیار پیشرفته‌ای داشتند. علت این نگاه هم این بود که وایکینگ‌ها اغلب به مراکز مذهبی و صومعه‌ها حمله می‌کردند، چون هم ساختار دفاعی بسیار ضعیفی داشتند و هم سرشار از ثروت، اعم از طلا و نزولات و کتاب‌های بسیار نفیس بودند. یه مثال دیگه، اسکندر مقدونی توی منابع یونانی فردی باهوش و تمدن‌ساز معرفی میشه، اما توی منابع هندی و ایرانی چطور؟ ویرانگر بیرحمی که کتابخونه‌ها را آتیش میزد. به خصوص برای ما ایرانی‌ها کسی بود که با بیرحمی تمام یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین بناهای تاریخی یعنی تخت جمشید را آتیش زد. تیمور لنگ توی تاریخ نگاری ایرانی توسط حافظ ابرو که یکی از مورخای برجسته مورد حمایت خاندان تیموری بود، فاتح عادل معرفی میشه. ولی توی منابع عثمانی اون متهم به نسل‌کشیه و بهش فاتحی هیله‌گر و بیرحم لقب میدن. بذارید از یه نمونه ملموس‌تر استفاده کنیم. یکی از روشن‌ترین مثال‌ها برای اینکه بفهمیم چرا تاریخ رو برندگان می‌نویسن، شخصیه که هنوز اسمش لرزه بر تن خیلی‌ها میندازه: چنگیزخان. چه تفاوتی بین ذهنیت خود مغول‌ها با ایرانی‌ها راجع به این شخصیت وجود داره؟ برای مغول‌ها چنگیزخان فقط یه فاتح نبود. اون کسی بود که قبایل پراکنده مغول‌ها رو از زندگی قبیله‌ای و جنگ‌های بی‌پایان نجات داد. قانونی به نام یاسا وضع کرد که نظم آورد و ارتشی به وجود آورد که تا اون زمان دنیا به خودش ندیده بود و امپراتوری رو بنا کرد که از چین تا اروپا گسترده شد. امروزه هم توی مغولستان مجسمه‌اش همه جا هست، عکسش روی اسکناس چاپ میشه و مغول‌ها بهش میگن پدر ملت. اما از دید ایرانی‌ها داستان یه چهره کاملا متفاوت داره. چنگیزخان برای ایرانی‌ها نماد ویرانیه، کسیه که بعد از ماجرای بازرگانی مغولی با لشکری بسیار عظیم به ایران حمله کرد. شهرهای خراسان دونه دونه نابود شدند، نیشابور به خاک و خون کشیده شد، سمرقند و بخارا سقوط کردند و بغداد که پایگاه علمی و فرهنگی بود به یه ویرانه تبدیل شد. و توی این مسیر بسیاری از شهرها رو عملاً شخم زدن و تو منابع تاریخی ایرانی مثل جامع التواریخ هنوز وحشت از حمله مغول حس میشه. برای مغول‌ها چنگیزخان قهرمانیه که یه ملت ساخت، اما برای ایرانی‌ها فاجعه‌ای بود که قرن‌ها زخم به جا گذاشت. این تضاد کاملا نشون میده که تاریخ فقط یه روایت نیست. برای برنده ها همون اتفاق افتخاره و برای بازنده ها یه تراژدی بزرگ. اما اون چیزی که تاریخ تو جامعه بین المللی میگه اقتدار چنگیزخان برای ساختن یه ملته و برعکس اون چیزی که برای ایرانی‌ها هست، چنگیزخان تو جامعه بین المللی اصلا فرد منفوری نیست. این یعنی تاریخ رو فاتحان مینویسن، نه بازنده ها. اروپایی‌ها توی کتابای تاریخیشون نوشتن
که ما تمدن و علم رو برای ملت‌های بدوی آفریقا و آسیا آوردیم، اما واقعیت غالب اینه که منابع، طلاها و حتی انسان‌های اون منطقه رو غارت کردن و به بردگی گرفتن. امروزه هم بخش زیادی از درس تاریخ توی مدرسه‌ها بیشتر نگاه استعمارگرا رو نشون میده تا ملت‌های استعمار شده رو. توی نیجریه، تمدن بنین هزاران سال هنر فلزکاری و معماری پیشرفته داشت. ولی با حمله بریتانیا تو سال 1897 آثار هنری غارت شد و به موزه بریتانیا رفت. بیایید داستانش رو یکم مفصل‌تر ببینیم. توی قلب آفریقا سرزمینی بود که قرن‌ها تمدن داشت. نامش پادشاهی بنین بود. البته با کشور امروزی بنین اشتباه نگیرید. این قلمرو توی منطقه‌ای قرار داشت که الان کشور نیجریه هست. پادشاهی بنین یکی از پیچیده‌ترین و قدرتمندترین تمدن‌های غرب آفریقا بود. خیابون‌های مهندسی شده، دیوارهای عظیم دفاعی، کاخ‌هایی از گل کوبیده و از همه مهمتر هنر بی‌نظیرش برنزکاری بنین. شاهکارهایی که از قرن 13 ساخته میشد و هنر و فرهنگ و تاریخ این سرزمین رو روایت میکرد. اما تو سال 1897 میلادی همه چیز تغییر کرد. دولت بریتانیا به دنبال نفوذ تجاری و سلطه استعماری تو سرزمین بنین بودن و تصمیم گرفتن که سلطنت مستقل بنین رو تحت کنترل خودشون در بیارن. حالا بهونه چی بود؟ اینکه کاروانی از نمایندگان بریتانیا بدون اجازه وارد قلمرو بنین شدن و مورد حمله نیروهای محلی قرار گرفتن و فقط چند نفرشون زنده موندن. همین بهونه ای شد که چند هفته بعد ارتش بریتانیا با 1200 نیروی مسلح نظامی و یک توپخانه سنگین به سمت سرزمین بنین حرکت کرد. حمله‌ای که خودشون بهش میگفتن Punitive Expedition of Benin، یعنی حمله تنبیهی بنین. شهر بنین رو با آتش کشیدن، کاخ پادشاهی رو سوزوندن و هزاران اثر هنری از جمله مجسمه‌های برنزی و صفحات حکاکی شده رو غارت و بار کشتی‌ها کردند به مقصد بریتانیا. پادشاه بنین اوبا اوونرامون دستگیر و تبعید شد و در عرض یه هفته تمدن بنین با خاک یکسان شد. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا تازه اینجاست. چند دهه بعد این آثار هنری بی‌نظیر که میشه اونا رو شاهکار هنر بشری دونست، توی موزه‌های لندن، آکسفورد، پاریس، برلین و نیویورک به نمایش در اومدن. غرب به راحتی خودش رو مالک فرهنگی این آثار دونست. از اون لحظه داستان حمله به بنین از کتاب‌های درسی حذف شد و صدای پادشاهی که قرن‌ها تاریخ آفریقا رو ساخته بود توی سکوت موزه‌ها ناپدید شد. در حالی که هزاران توریست توی موزه‌ها در برابر برنزهای بنین عکس یادگاری میگیرن، اما کمتر کسی میدونه که این اشیا یادگار غارت از یک تمدن بزرگه و اون تاریخ توسط کسایی بازنویسی شده که خودشون به اون تمدن‌ها حمله کردن. توی آفریقا از زبان‌های محلی گرفته تا افسانه‌ها و تقویم‌ها همه چیز سرکوب شد. برای مثال حتی توی الجزایر فرانسه برای 130 سال اجازه تدریس تاریخ بربرها و عرب‌ها رو نمیداد و باعث شد که این تاریخ و ارتباط فرهنگی توی نسل جدیدشون به طور کامل بمیره. حالا بریم به هند. توی هندوستان کمپانی هند شرقی بسیاری از متون باستانی رو مصادره کرد، سنت‌های محلی رو خرافه نامید و اونا رو از بین برد. توی آمریکای جنوبی اسپانیایی‌ها هزاران اثر و سند از تمدن آستک، مایا و اینکا رو نابود کردن و از بین بردن و تاریخ این ملت‌ها فقط از زبون کشیش‌های مسیحی نقل می‌شد که اومده بودن نجاتشون بدن. در مورد کانادا و ایالات متحده هم دقیقاً به همین صورته. در مورد کانادا هم که به طور جدا توی ویدیوی کامل توضیح دادیم که بریتانیا و فرانسه چه بلایی سر بومیای آمریکای شمالی آوردن که چجوری از زمین‌هاشون بیرونشون کردن و بعد توی اردوگاه‌های تبعیدی کشتنشون و باقی موندهشون هم از طریق شکنجه یا فرستادن به مدارس شبانه روزی نسل کشی کردن. کتاب‌های تاریخ آمریکا هم از زمان تأسیسش فقط راجع به فتح غرب صحبت کردن، ولی پشت این فتح نسل کشی سرخپوست‌ها و نابودی فرهنگشون پنهان شده. برای آمریکایی‌ها قهرمانای کابوی نماد شجاعت بودن، اما برای مردم بومی آمریکا و سرخپوستا اونها قاتل مردمشون و غارتگر منابعشون بودن. علاوه بر سرخپوستا، سیاه‌پوستایی که از آفریقا به عنوان برده به آمریکا آورده می‌شدن هم بودن. رنجی که این مردم به خاطر رنگ پوستشون و نگاه خود برتر بینانه استعمارگرای اروپایی تحمل کردن کمتر از سرخپوستا نبود. ساعتها کار بدون مزد توی مزارع پنبه و ذرت و نیشکر و سالها تحقیر و شکنجه زندگی رو بر آنها تحمل ناپذیر کرده بود. حتی توی دوران معاصر مثل جنگ جهانی دوم هم صدای بازنده ها کاملا حذف شده بود. وقتی اسم آدولف هیتلر میاد
تنها چیزی که توی ذهن خیلیا نقش میبنده نماد شر مطلقه. دیکتاتوری که یه جنگ ویرانگر رو برپا کرد و میلیون‌ها نفر رو به کام مرگ کشوند. بدون شک بخش بزرگی از این تصویر واقعیت داره، اما یادمون بمونه که روایت امروز ما از جنگ جهانی دوم رو متفقین نوشتن، یعنی برنده های جنگ. از دید متفقین هیتلر یک دیوانه خونریز بود، اما از دید آلمانی هایی که توی اون دوره زندگی میکردن قضیه یکم پیچیده تره. برای بخشی از آلمانی هایی که تو دهه 1930 زندگی میکردن، هیتلر کسی بود که بحران اقتصادی و تحقیر ناشی از پیمان ورسای رو از بین برد و غرور ملی رو برگردوند. بیکاری رو کاهش داد و صنایع رو زنده کرد. وقتی که هیتلر تو سال 1933 به قدرت رسید، آلمان توی وضع بسیار فاجعه باری بود. بحران اقتصادی بزرگ کشور رو به مرز فروپاشی کشونده بود. اما تو کمتر از یک دهه آلمان به یکی از قدرت‌های صنعتی و نظامی تبدیل شد. یکی از بزرگترین پروژه‌های نازی‌ها ساخت اتوبان سراسری آلمان بود. شاهکار مهندسی که نه تنها اشتغال ایجاد کرد، بلکه بعدها الگوی بزرگراه‌های اروپا و آمریکا هم شد. توی صنایع خودروسازی شرکت‌هایی مثل فولکس واگن با حمایت مستقیم نازی‌ها رشد کرد. پروژه ماشین مردم که بعدها با نام فولکس بیتل معروف شد، دقیقاً توی همین دوره شکل گرفت. تو زمینه هوافضا و نظامی، مهندسای آلمانی موتورهای جت، تانک‌های پیشرفته تایگر و موشک‌های بالستیک رو طراحی کردند. دقیقاً همون تکنولوژی که بعداً توسط آمریکا و شوروی به غنیمت گرفته شد و پایه‌های رقابت فضایی رو شکل داد. ورنر فون براون طراح موشک‌های V2 بعدها پدر برنامه فضایی ناسا شد. این فقط چند نمونه از شاهکارهای صنعتی آلمان نازیه و جالبه بدونید که اثراتش هنوز باقیه. صنعت خودروسازی آلمان، شبکه‌های جاده‌ای و حتی برنامه‌های فضایی جهان تا امروز وامدار همون جهش فنی مهندسی تو زمان آلمان نازیه. این بخش از تاریخ خیلی کمتر گفته شده چون روایت اصلی رو متفقین نوشتن و تمرکزشون بر روی جنایات و شکست‌های آلمان بوده. این خودش یه نمونه روشن دیگه است از اینکه تاریخ رو برندگان می‌نویسن و هر چیزی که با روایتشون جور نباشه عمدن کمرنگ یا حذف میشه. و یا مثلا آیا ما نسخه ژاپن راجع به بمباران هیروشیما رو شنیدیم یا فقط نسخه آمریکا رو دیدیم که میگفت برای پایان جنگ این کار لازم بود. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم مسئول بازنویسی تاریخ آلمان شد. کل نظام آموزشی در آلمان غربی تحت نظارت آمریکایی‌ها اصلاح شد و هیچ بازنده‌ای حق نداشت که تاریخ خودش رو روایت کنه. گاهی هم تاریخ رسمی علیه صدای خود مردم قرار میگیره. توی شوروی سابق تاریخ انقلاب روسیه بارها بازنویسی شد. استالین چهره بسیاری از مبارزان بولشویک و همرزمان خودش رو هم حذف کرد، مثل تروتسکی که حتی از عکس‌های دست جمعی هم حذف شد. در آغاز تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، تروتسکی چهره اثرگذار و با نفوذ بود. یه مدتی عنوان کمیسر خلق برای روابط خارجی رو داشت و بعدش به مقام وزارت جنگ رسید. تو دهه 1920 درگیری‌های بین تروتسکی و استالین بر سر قدرت و شیوه اداره کشور به وجود اومد. تروتسکی از حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه اخراج و به خارج از روسیه تبعید شد و در نهایت هم تو سال 1940 توی مکزیک توسط یکی از مامورای شوروی کشته شد. توی چین اعتراضات میدان تیان‌آنمن در 4 جون 1989 که منجر به قتل عام هزاران نفر شد از اینترنت و کتاب‌ها حذف شد و دولت چین همیشه اصرار داشته که این واقعه رو حذف کنه. با به قدرت رسیدن گورباچوف توی شوروی تو دهه 1980 این کشور اصلاحات فراوانی رو توی ساختار اجتماعی و سیاسی به خودش دید و به تبع اون چینی‌ها به خصوص نسل جوان و تحصیل کرده خواستار اصلاحات در ساختار حکومت و پاسخگو بودن به مردم شدن. طبق آمار رسمی 10,000 نفر تو میدان تیان‌آنمن توسط نیروهای نظامی به قتل رسیدند. اما این اطلاعات در داخل چین که حتی گوگل هم درش فیلتر شده است موجود نیست. یه مثال دیگه، لیبی. وقتی اسم معمر قذافی میاد توی ذهن خیلیا دیکتاتور دیوانه، حاکم خودکامه و یا حتی تروریست نقش میبنده. رسانه‌های غربی سالها همین تصویر رو ساختن. مردی با لباس عجیب و رفتارهای غیر قابل پیش بینی که مردم خودش رو سرکوب میکنه. اما برای بخشی از مردم لیبی و حتی خیلی از آفریقایی‌ها قذافی یه داستان دیگه داره. قذافی کسی بود که نفت لیبی رو از دست شرکت‌های غربی در آورد و سودش رو مستقیم به مردم داد.
برق و آب آشامیدنی رو برای مردم لیبی رایگان کرد و مسکن رو حق طبیعی هر لیبیایی دونست. ساخت مسکن رو از اولویت‌های دولت قرار داد و با کاهش قیمت‌ها خیلی از لیبیایی‌ها رو خونه‌دار کرد. در دهه‌های اول حکومت قذافی لیبی بالاترین سطح رفاه رو توی آفریقا داشت. آموزش و درمان رایگان بود، یارانه بنزین و حتی کمک هزینه‌های ازدواج برای جوانان داده میشد. برای خیلی از آفریقایی‌ها اون نماد استقلال از استعمار غرب بود. اما وقتی تو سال 2011 ناتو به لیبی حمله کرد و حکومت قذافی ساقط شد، روایت رسمی به سرعت تغییر کرد. قذافی به عنوان دیکتاتور دیوانه‌ای که مردم خودش رو می‌کشت معرفی شد و رسانه‌ها اینطوری میگفتن که قذافی سقوط کرد چون ظالم بود و صدای اون دسته از مردم لیبی که از دستاوردهای قذافی حمایت می‌کردن تو هیاهوی روایت فاتحان خاموش شد. در سرکوب‌هایی که قذافی انجام میداد هیچ شکی نیست، اما توی هیچ کدوم از روایت‌های بین‌المللی کسی از سازندگی‌های قذافی تو دوران ریاست بر کشورش هم چیزی نگفته. این تاریخ نویسی عمدی و سفارشی فقط به برنده‌ها محدود نمیشه. گاهی مربوط به جنسیت هم هست. زنان قرن‌ها حذف شده ترین گروه توی تاریخ نویسی بودن. مثلا آیا کسی از آسپاسیا، زن فیلسوف یونانی یاد میکنه یا اصلا اسمش رو شنیده که یکی از بزرگترین سخنوران یونان باستان بود؟ یا شخصی به نام مریم مجدلیه که نقش بزرگی تو دین مسیحیت داشت و از یاران نزدیک حضرت عیسی بود و فقط بعد رسمیگری اون رو برجسته کردن و تو روایت‌های تاریخی به این نام شناخته میشه. در انقلاب مشروطه ایران زنانی مثل بیبی استرآبادی هم فعال بودن، ولی ما فقط از اشخاصی مثل ستارخان و باقرخان شنیدیم. حتی در جنگ جهانی دوم هم هزاران زن پشت خطوط جبهه کار میکردن، اما توی روایت رسمی هیچ اثری ازشون نیست. امروز هالیوود یکی از بزرگترین نویسنده‌های تاریخه، یا بهتر بگیم بازنویس تاریخه. مثلا فیلمی مثل فیلم 300 یه چهره کاملا کاریکاتوری رو از خشایارشا نشون میده، در حالی که توی هیچ منابع تاریخی چنین شمایل و رفتاری از خشایارشا ذکر نشده. یه مثال نزدیکتر، فیلم اوپنهایمر. توی این فیلم هیچ موقع زاویه دید ژاپنیا از فاجعه هیروشیما و ناکازاکی لحاظ نشد. حتی صحنه از فاجعه تو لحظات بعد از پرتاب بمب اتم توی هیروشیما و ناکازاکی نشون داده نشد و فقط به چند تا صحنه از خیالات و عذاب وجدان‌های اوپنهایمر بسنده کردن. احتمالاً کریستوفر نولان میدونست که پرداخت به این صحنه‌ها از سمت هالیوود قطعاً اجازه پخش نخواهد گرفت، چون با توجه به نگاه‌های ویژه‌ای که توی سطح جهانی به این فیلم بود، موج عظیمی از انزجار و نفرت از آمریکایی‌ها رو برمی‌انگیخت و این برای قدرت اول جهانی اصلاً خوب نبود. یعنی حتی دیگه لازم نیست کتاب تاریخی بنویسی، فقط کافیه که پرمخاطب‌ترین روایت رو منتشر کنی. بقیه روایات خود به خود فراموش میشن. تاریخ فقط گذشته نیست، بلکه ابزاریه برای کنترل حال و آینده. وقتی برنده‌ها روایت خودشون رو تثبیت میکنن، اینطوری ذهن نسل بعدی رو شکل میدن و ملت‌ها رو اینطوری وادار میکنن که به چیزی افتخار کنن یا از چیزی شرمنده باشن. حالا یه سوالی، آیا میشه تاریخ رو دوباره نوشت؟ بله، ولی کار آسونی نیست، چون تاریخ قدرت میسازه و قدرت‌ها تاریخ رو شکل میدن. مثلا تو دنیای امروز پروژه‌هایی مثل تاریخ مردم آمریکا اثر هاوارد زین یا روایت‌های تاریخ شفاهی تو کشورهای مورد استعمار دارن سعی میکنن که صداهای حذف شده رو بازسازی کنن. اینترنت، پادکست، یوتیوب، همه اینا ابزار جدیدن، اما باز هم خطر سانسور و روایت سازی وجود داره. حتی هوش مصنوعی هم ممکنه که تحت تاثیر روایت‌های غالب باشه و روایت طرف‌های مختلف رو ارائه نده. حالا وظیفه ما چیه؟ شک کردن، جستجو کردن و تفکر نقاد داشتن و کنار هم گذاشتن نسخه‌های مختلف یه داستان. یه جمله معروفی هگل داره که میگه حقیقت تمامیته. تا ما به تمامیت یک موضوع از دید افراد مختلف توی تاریخ، چه بازنده ها چه برنده ها، دست پیدا نکنیم، نمیتونیم به حقیقت برسیم که عملاً این غیر ممکنه. ولی اگه به اندازه کافی روایت‌های مختلف از افراد مختلف رو جمع آوری کنیم، شاید به تصویر واقعی تری از گذشته برسیم. ما توی این کانال سعیمون بر اینه که راوی وقایع از زاویه دیدهایی باشیم که کمتر بهشون تریبون رسیده و صداهایی رو در طول تاریخ بشنویم که در بین قدرت‌های غالبی که همیشه تریبون داشتن شنیده نمی‌شدن. شاید اینطوری درک بهتری بتونیم داشته باشیم از وقایعی که در آینده پیش میاد. ممنون که ویدیو رو دیدید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید و ویدیو رو با اونا به اشتراک بذارید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، ممنون میشیم که با این کار از ما حمایت کنید. امیدوارم همیشه امیدوار، سلامت و ثروتمند باشید.